واسه چی زل زدین به من و اینجوری نگاه میکنین؟ مگه اشکالی داره هر از گاهی بیام و یه سری بزنم؟ عجیبه، آخه از وقتی که رفتی حتی یه دفعه هم نیومدی اینجا. خب شما کاملا درست میگین، ولی حالا که اومدم دیگه. حالا چی کار داری؟ چیزی لازم داری؟ خب من اومدم پاتیکو رو ببینم. پاتیکو؟ عزیزم مطمئنی حالت خوبه؟ نه یعنی خوبم. چطور مگه؟ چون این موقع شب اومدی پاتیکو رو ببینی، الان سر داد و بیداد میکنه ها. فکر کنم حالت خوب نیست، نه؟ بهتره فردا صبح بیای. نه راستش من پول مدرسه بچه ها رو براش آوردم. عزیز من هنوز 5 روز دیگه تا موعدش مونده. نه من که فکر میکنم تو الان حسابی به سرت زده. عزیزم پاتیکو، هنری اومده. من تنها تو میذارم که بتونین با هم حرف بزنین. ممنون پدرزن عزیزم، خیلی لطف میکنید. سلام. بابام گفت دنبال من میگردی. Es que estuve en clases de tubo. Pam, pam, pam. Sí, bacano, Jessy, pero esa no era la idea. Espere. Ay, no, Osquitar. A ver, no aplacemos más esto, bombón. Esto era lo que tanto había querido durante tanto tiempo, ¿cierto? Sí. Pues bien, llegó el momento. Jessy, pero hablemos primero, ¿sí? Por favor, Jessy. Es que podemos hablar todo lo que usted quiera, bombón. Pero después... No, Jessy, no, me niego. Hablemos primero ya. Bueno, está bien. چی رو؟ خب اسکار ما یه مشکل کوچیک. چیه؟ خب اسکار ببین من به خاطر تو چه لباس زیری پوشیدم. En la colita. Bueno, entonces siéntese aquí, mire. Siéntese acá. Siéntese. ¿Y qué era eso que me querías decir súper importante toda esta semana? Ese temite con el que me has estado amenazando tanto. Pues es que he estado pensando mucho en los dos. ¡Qué casualidad! ¿Yo también? باشه جسیکا، باشه هرچی تو بگی، ولی فقط یه لحظه صبر کن. ببین یه مسئله هست که باید، من تو رو دوست دارم اما الان من یه مشکل کوچیک دارم. نه فکر نکنی مشکل خاصی ها، نه فقط الان حسش نیست جسیکا، تو رو خدا درکم کن. وای خدا اسکار. ببین اسکار من مشکلی ندارم، فقط باید تو آماده باشی چون تو منو دوست داری. پس منم با تمام وجود رو دوست دارم. ببین جسیکا خواهش میکنم فکر نکن. زدن این حرفا واسه منم راحته، خیلی واسم سخته. خواهش میکنم جسی، خواهش میکنم درکم کن. دلم نمیخواد دیگه به دروغ بگم. جسیکا این رابطه به جایی نمیرسه، ما باید به هم بزنیم. Terminemos. اسکار تو عاشق کسی دیگه ای هستی؟ اسکار میکشم بزنمه. ¡Usted está enamorado! فهمیدی؟ جواب منو بده مرد که یه احمق. اسکار تفره نرو، بهت میگم جواب منو بده. زود باش. اون کیه؟ خانم تاتیانا. ¡No, Jessy! ¡Espere! ¡No! ¿Qué va a hacer con ese sartén? ببین اومدم پول شهریه مدرسه بچه ها رو بهت بدم، چون اگه تو جیبم بمونه خرجش میکنم. نه اگه لازم داری نگهش دار، عیب نداره، من میتونم یه چند روز دیگه پولو بدم. نه اون وقت اگه خرجش کنم چیهان باید قرقرای تو رو بیشتر از دفعه قبل تحمل کنم. راستش نه، من یه مقدار پول پس انداز کردم، میتونم از اون پول وردارم تا تو بعداً بهم بدی.
یعنی تو واقعا ناراحت نه. نمیشی؟ نه فکر کنم الان بگیری بهتر باشه، چون اگه خرجش کنم دیگه پول ندارم بدم. منم حوصله دردسر ندارم. باشه من دیگه باید برم. پس تا بعد. هنری میگم گشنت نیست چون غذای مورد علاقتو واسه درست کردم. خب اگه میخوری برات بیارم. خب اگه دعوتم کنی بعدم نمیاد بمونم. آره انگار این روزا خوب غذا نمیخوری یا غذاهایی که میخوری خوب نیستن. بیا. باشه پاتیکو. چیه؟ بهت گفتم که امشب خیلی خوشگل شدی. راست میگی؟ ممنونم، خوشحالم کردی. نه جدی دارم چرا؟ میگم، خیلی وقته که از این حرفا به هم نزدی. بیا تو بشین، بذار واسط خیلی غذا خوب. بیارم. اومدم. باشه. Esta noche va a ser maravillosa. ¿Sí? Vas a ver lo rico que te vas a hacer. Muy riquito. Mi vida. Ponte cómoda aquí. Es la champaña que mandé pedir. Estás divina. آقایون درست به موقع اومدین. منم یه انعام خوب بهتون میدم. ولی شما که شامپاین نیاوردین. رئیسم به هم دستور داده بهت بگم سر به سرش نذاری. رودولفو اینا دیگه کیه؟ خوشگلم تو خودتو ناراحت نکن. آقایون آروم باشین، آروم باشین که بتونیم با هم به یه توافقی برسیم. Sí. Tampoco es para que se ponga así. ¿Cómo que no, Oscar? Usted me acaba de terminar por otra mujer y pretende que yo siga igual. Sí, pero es que es mejor así y no seguir engañándonos. O sea que usted sí me engañó con ella. No, le juro que no, vea. Por mi Cristo bendito que no, nunca. Oscar, usted está enamorado de ella. Sí, Jessy. Pero es para que no se haga falsas ilusiones, Jessy. Deme un trago, Osquitar. ¿Qué? ¡Que me dé un trago! Pero es que eso no está bien. Oscar, necesito pasar esta tusa tan berraca. حالا واسه چی میخواین همین الان منو با خودتون ببرین؟ من الان کار دارم. اصلا یه کاری میکنیم فردا صبح زود زنگ میزنم به رئیستون و این سوء تفاهمو حل رئیس دستور میکنیم. داده که همین الان ببرمت. اونجا هر حرفی خواستی بزن. پس بذاریم به موبایلش زنگ بزنم و خودم مشکل رو حل کنم. خیلی ببخشید آقای رودولفو، ولی من فقط از دستورات پیروی میکنم. باید با ما بیاین. باشه پس من با کمال میل باهاتون میام. زود باش بیا بریم. عزیزم ببخشید که نمیتونم برسونمت. پول واسه تاکسی برات میذارم. مسئله مهمی پیش اومده. لطفاً خواستی بری نه، درو نه. قفل کن باشه؟ رودولفو کجا دارن میبرنت؟ باور کن جسی، باور کن خیلی سخته. یه دونه دیگه، بس حالا چی میگی؟ یه دونه دیگه اسکار. خب منم بده ببینم. نه جسی، جسی. ¿Por qué, Oscar? ¿Qué tiene Tatiana que no tenga yo? آره پس به سلامتی. باورم نمیشه بچه‌ها یه همچین کاریو کردن. آره ولی این خلوچل بازی ها رو از باباشون یاد گرفتن. آره حتما. نه اینکه مادرشون خیلی ساکت و آرومه. نه خب نه منم تو مدرسه همین کارای دیویدو میکردم.
واقعا؟ آره تو هم همین کارا رو آره می‌کردی؟ کم مونده بود اخراجم کنن. نه من که باور نمی کنم تو یه باور همچین کن. کارایی کرده باشی. چی شده؟ چی شده؟ همین دیگه. میخوای دوباره شروع کنی به غر چیه زدن؟ خجالت کشیدی؟ نه اصلا همه چی خوبه. آره خیلی وقت بود که اینجوری با هم نخندیده بودی آره و مثل امروز بهمون خوش نگذشته بود. آره عزیزم. راست میگی. وای داره دیر میشه. آره حواسم به ساعت نبود. باشه نه من دیگه نه باید نه برم. دلم نمیخواد بری ولی خب باید فردا صبح زود از خواب بیدار شی و بری سر کار. آره فردا صبح زود تو دادگاه جلسه داریم. باشه وقت رفتنه. خیلی بهمون خوش گذشت. ممنون. خیلی خوب. پس به بچه ها سلام برسیم. باشه. خدافظ. وای من چقدر نادونم. Que ya no más suficiente ya. Ay, que ya no más, si ve cómo se pone Jessy. Ay, Osquita, perdón. Ay, a ver, igual no hay ningún problema porque pues pedimos otra botella. No. Yo me quiero emborrachar, Oscar. Oh, Jessy. no sea malito, No más trago, no más trago. Jessy, no más trago ni más piquitos. Después, vea, después hacemos una cosa de la cual nos vamos a arrepentir todos los videos. Yo nunca hago cosas de las que después me puedo arrepentir, Oscar. Pero es mejor, vea, voy a pedir un taxi, un amigo mío. No. Jessy. Vámonos. Oscar, no me voy a ir hasta que usted me diga qué es lo que tiene la doctora que yo no tenga. ¡Dígame! Jessy. Dígame, Jessy, ya, por favor, ya no más. ¡Ay, Oscar, venga! Dígame si yo no le gusto. Dígame, pues, no le gusto como mujer, ¿o Que qué? sí me gusta, sí me gusta. Usted es tremendo tarrao, Jessy. Entonces nada, Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Pero qué? Jessy. Jessy. Jessy, espere. من فکر کردم که همه خوابن. نه من بیرون کار داشتم. یه چیزی رو باید به کسی میدادم. همین الان رسیدم. هنری شرمنده من اینجوری اومدم جلوت، خیلی ببخشید. نه اصلا مشکلی نیست. خجالت نکش. خواهش میکنم راحت باش. آخه تشنم شده بود اومدم پایین تو آشپزخونه یه لیوان آب بخورم. منم شبا همینجوری میشم مثل شما. نصف شب که تشنم میشه میام پایین تو آشپزخونه آب میخورم. آره باشه من دیگه برم بخوابم. باشه منم همینطور. خب پس فعلا شبت بخیر هنری. خوابای خوب ببینی. باشه ممنون. ولی قبلش میخوام یه سر برم تو آشپزخونه. خب مرتی که احمق بود تو آشپزخونه دیگه. چرا وایسادی؟ آهای هنری جونز، چت مرد حسابی، حواست کجاست؟ میخوای چیکار کنی؟ حالا میخوای این مشکل رو چجوری حل کنی؟ Espere. جسی جسی
خدایا شکرت. اوه. بالاخره خوابش برد. سلام خانم، بعد آوردم که امضا کنی. ممنونم، ببخشید مجبورت کردم صبح به این زودی بیای. نه میدونم چقدر مسئلهش مهمه، باید فوری آره امضاش خیلی کنی. فوری. قهوه میخوری؟ بله ممنون میریم میشم. دفتر ثبت اسناد که مدارکو تاییدشون کنن و بعدم اونا میتونن بیان خیلی از همونجا بگیرنشون. خانم دیشب اوضاع چطور بود؟ ای بدک نبود نیکول. چرا مگه قرار نبود بشینین حرف بزنین؟ چرا ولی نتونستم باهاش حرف بزنم. آخه چه بد. حالا کارمون که تموم شد یه سر میریم آپارتمانش. بله خانم موافقم. یا الان بهش بگین یا هیچ وقت. نه نیکول، منظورم این نبود. جریان اینه که دیشب وقت نکردم بهش بگم تو جلسه مالکین چه اتفاقی چی؟ افتاد. مگه چیزی شد؟ افتضاح شد. تو کلارا رو میشناسی؟ آره همون خانم قد بلنده. آره خب ظاهرا اونجوری که به نظر میاد قرار مدیر جدید ساختمون بشه که البته این خبر خیلی بدیه واسه اسکار. وای خانم ببخشیدا ولی شما نباید بذارین این اتفاق بیفته. مدیر ساختمون همیشه شما بودین. شما نباید اجازه بدین. من از دعوا کردن با همه خسته شدم. دلم هم واسه اسکار میسوزه ولی واقعا کاری نمیتونم بکنم. تازه الانم همه با هم چپ افتادن. مدیر شدن منم واسه اسکار سودی نداره. اسکار بیچاره حسابی تو دردسر میفته ولی نباید بذارین. باید باهاش حرف بزنین با زبون خوش که دست از پا خطا نکنه. از دست تو نیکول، بیا بریم. باشه بریم. در ضمن شما باید در مورد اون موضوع هم باهاش حرف بزنین. بریم. باشه خانم شما برین، من پایین منتظرتون میشم. راستشو بخواین نمیخوام مزاحمتون بشم. وای نیکول تو خیلی ماهی. شما برین به کارتون برسین، من رفتم. برین دیگه. شانسیو ببین، خانم تاتیاناست. اومدم. یه لحظه اومدم. جسی مومنتیکو espera. جسی یه لحظه صبر کن، من خودم. خانم صبح بخیر خانم، کارم داشتین؟ نه هیچی اسکار، ببخشید. با اجازه. صبر کنین یه لحظه وایسید خانم. دکترا هی espera un momentico. فقط یه لحظه. Venga. Ay, maldita sea. Jessica, Antonieta. جسی تو رو خدا این در لامصب رو باز کن. جسیکا. سلام خانم، چی شد؟ باهاش حرف زدی؟ نه من فکر کردم رابطه اسکار و جسیکا تموم شده ولی نه، الان متوجه شدم که رابطهشون قوی ترم شده. وای چرا؟ چی شده؟ نیکول چی میخواستی بشه؟ جسیکا لخت اومد اون در لعنتی رو باز کرد، اسکارم لخت پشت سرش اومد. نه واقعا؟
میگم نکن اشتباه میکنین آخه، چون نه اون چیزی که باید میدیدم و دیدم. تازه فهمیدم اوضاع از چه قراره. حالا تازه متوجه شدم. خانم یه لحظه صبر کنین، داستانو درست واسم تعریف کنین. به سلامت خانم. مطمئنا من احمق ترین زن روی زمینم. خانم خواهش میکنم این حرفو نزنین. نه همینه دیگه نیکول، من احمقم. من به هر مردی که میبینم اعتماد میکنم. موافقم، ما زنها هممون ساده ایم، خیلی راحت به این مردای مزخرف اعتماد میکنیم. رودولفو که یه آدم دروغگو عذاب در اومد. اینم از حالا که خودم مشغول یه آدم دیگه لنگه‌ای رودولفو کردم. البته خوشبختانه به موقع فهمیدم. خانم ببخشید تو زندگی خصوصیتون دخالت میکنم ولی شما نمیتونین اسکار و رودولفو رو با هم مقایسه کنین. از زمین تا آسمون با هم فرق دارن. واقعا چه فرقی با هم دارن؟ بگو، زود باش دیگه. اصلا اینو به من بگین، اگه آقای رودولفو همین الان بیان و بهتون بگم فلان روز فلان تاریخ باهاش ازدواج کنین، این کارو میکنین؟ آره یا نه؟ چون حالا که اسکار با نامزدش آشتی کرده، پس من چرا برنگردم با رودولفو؟ بنابراین جوابم آره است. اگه ازم بپرسه باهاش ازدواج میکنم یا نه، با کمال میل میگم آره. خانوم تاکسی بیا بریم. من از تاتیانا میخوام با هم ازدواج کنه، اگه بشه امروز. واقعا؟ آره تصمیممو گرفتم. بالاخره بهترین تصمیمو گرفتی. الان چند وقت من دارم بهت التماس میکنم، حالا چی باعث شد نظرت عوض شه؟ باورت نمیشه دیشب چی شد. نگو که اون قلچمقا اومدن سراغت. تو از کجا میدونی؟ حد زدم، آخه سراغ منم اومده بودن. عجب تجربه افتضاحی بود. افتضاح. آها دیدی؟ من هی بهت میگفتم، دیدی اغراق نمیکردم، دیدی حالا؟ خیلی خب باید هر کاری لازمه بکنیم. تنها چیزی که ما رو از این وضعیت نجات میده ازدواج من با تاتیاناست. من اومدم که فوراً باهاش ازدواج کنم. جسی وای عزیزم، ببین ساعت چند شده، بازم دیر میرسم سر کار. عزیزم اسکار، آروم باش، انقدر خودتو ناراحت نکن. راست میگی؟ انتظار داری بعد از اتفاقی که افتاد چی کار کنم؟ میدونی حالا با اون چیزی که دید چه فکری میکنه؟ ببخشید اسکار، خواهش میکنم منو ببخش. باور کن راستشو میگم، نمیدونستم اون پشت دره. جسی تقصیر تو نیست، همش تقصیر منه. من باید سرزنش بشم. عزیزم بهم بگو من چی کار میتونم واسط بکنم، چه جوری میتونم کمکت کنم. من همیشه واسه کمک آمادم. میتونیم راجع بهش حرف بزنیم. من قبول دارم که ما دیگه نمیتونیم با هم باشیم، ولی من که میتونم دوستت داشته باشم. خیالت راحت، با همین مشکل حل میکنیم. وای جسی خیلی ممنون بابت همه چی جسی. فقط مشکل اینه که من کل روز باید تو دفتر تحملش کنم. حالا خودت بگو من چی بگم که روبروش زندگی میکنم ها؟ آره میدونم که وضع تو از همه بدتره، میدونم، ولی اسکار اگه خانم تاتیانا اونقدری که میگه تو رو دوست داشته باشه حتما درکت میکنه و میبخشتت. آره راست میگی. معلومه. و اگه نبخشتت مطمئنا اون احساسی رو که فکر میکنی بهت نداره. فهمیدی؟ خب من دیگه باید برم. خداحافظ عزیزم. ممنونم جسی. روز خوبی داشته باشی. خداحافظ. چطوری فلاکو؟ منم اسکار. ببین داداش بهت زنگ زدم بگم که این دفعه دیگه یه گنده جبران نشدنی زدم. منم میخواستم باهات حرف بزنم. منم تو دردسر افتادم. چی شده؟ تو اول بگو واسه چه اتفاقی افتاده. خب اصلا بذار همدیگه رو یه جایی ببینیم. ترجیح میدم حضوری واسه تعریف کنم تا پای تلفن. چطوره؟ من دارم میرم دادگاه تا یه ساعت دیگه کارم تموم میشه. همون وقتا بیا دنبالم. خیلی خوب. بس بعداً میبینم. تاکسی باشه.
مامان بذار بهت بگم خیالت راحت کنم، هیچ اتفاقی بین من و اسکار نیفتاد. باورت میشه؟ یعنی چی؟ من فکر کردم چون دیشب نیومدی خونه حتما کارو تموم کردی. نه خب البته من دیشب خونه اسکار موندم. پس یعنی میخوای بگی دیشب خونه اسکار موندی و بازم هیچ اتفاقی نیفتاد؟ نه انگار تو خل شدی و دریوری میگی. خب مامان من بعدم واسه تعریف میکنم. صبر کن. تاکسی. ای خدا. خب مامان برنامه اونجوری که انتظارشو داشتم پیش نرفت. صبر کن متوجه منظورت نشدم. یعنی چی که هیچ اتفاقی نیفتاد؟ یعنی میخوای بگی اسکار هیچ کاری نکرد؟ به جاش من یه کاری کردم که اسکار و تاتیانا با هم دعوا کنن. از دعواهای بعد مامان باورت نمیشه چی شد، ولی با اتفاقی که افتاد فکر نمی‌کنم اون دو تا دیگه بخوان قیافه همدیگه رو ببینن. راست میگی عزیزم. چطور مگه؟ بگو دیگه، بگو چی شد. نه بعدم بهت میگم. دیرم شد، اگه دوباره دیر برسم سر کار تو دردسر میافتم. تو رو خدا آقا وایسا دیگه. باشه مامان بعدم باهات حرف میزنم. باشه پس امشب منتظرتم که تمام جزئیات رو مو به مو برام تعریف کنی. البته باید بگم امشب سرم یه خورده شلوغه. سرت شلوغه؟ چرا مگه میخوای چیکار کنی؟ خب عزیزم باورت نمیشه. امشب با اون پیرمرد خرف کروازی و برنامه دارم. فهمیدی؟ مامان تو هنوز تو فکر اون پیرمرد کروازیو هستی؟ خب عزیزم پس چه انتظاری داشتی که من راهی واسه روکا باز میذارم؟ نه عزیزم فکرشم نکن. لطفاً بازم سعی کن. سلام تاتیانا. سلام. تو خبری از نیکول و جسیکا داری؟ آره نیکول رفته اداره ثبت واسه تایید یه سری از مدارک. جسیکا هم الان دیگه پیداش میشه. تو از کجا میدونی؟ واسه اینکه صبح خودم از خواب بیدارش کردم. همین که شنیدید خانم. ولی امکان نداره. حالا تو مطمئنی موریسیو؟ مطمئن من خودم شاهد بودم. آره خانم تاتیانا خیلی عصبانی بود. دلش میخواست سر راننده تاکسیه رو بکنه. یعنی میگی با هم دیدتشون؟ فکر کنم سر به زنگا رسیده. واسه این که من تا حالا خانم تاتیانا رو انقدر عصبانی ندیده بودم. تازه علاوه بر این منشی رودولفو رو هم دیدم که با موهای خیس داشت میرفت بیرون، انگار تازه توش گرفته بود. واقعا اینا دیگه از حد گذروندن. پررویی هم حدی داره. من شرمندم. خبرت خیلی دست اول بود موریسیو. واقعا خانم فضولی کردن دیگه بسته. منم داری گرفتار میکنی یا جلوی زبونتو دیگه نمیشه گرفت. ببخشید ولی من هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم راجع به کسی اینجوری حرف بزنم. من فقط راجع به این یارو این چیزا رو میگم چون نمیتونم تحملش کنم. باهات موافقم ولی در اینکه تو فضولی شکی نیست. باید این خبر رو فوری به آلوارو برسونم. عزیزم چند بار بگم سر کار به من زنگ نزن. فکر کردی بیکارم که جواب تلفن‌های تو رو بدم؟ عزیزم یعنی من دیگه حرفم نمیتونم باهات بزنم؟ زود باش. حالا کارتو بگو. باورت نمیشه الان چه خبری از ساختمون به کلارا من که بهت گفتم وقت ندارم. اصلا همش تقصیر منه که زنگ زدم بهت این خبر رو برسونم چون گفتم حتما برات خیلی جالبه. اون وقت ببین با من چه جوری داری رفتار میکنی. باشه ببخشید. حالا زود باش بگو ببینم چی شده. تاتیانا و راننده تاکسیه با هم یه دعوای درست و حسابی کردن. باورت میشه آلوارو؟ واقعا؟ آره درست شنیدی. انگار تاتیانا راننده تاکسیه رو با اون منشیه دیده، همونی که تو دفتر شماست. چه خبر عالی. دیدی؟ اون وقت نمیخوای گوش کنی. حق با تو عزیزم. خب بعداً بهت زنگ میزنم بعد این خبر رو به گوش یه نفر دیگه هم که از شنیدنش خوشحال میشه برسونم. خدافظ. خدافظ. رودولفو عزیزم یا الان یا هیچ وقت. دیگه چی شده؟ به هم خبر رسوندن که تاتیانا و راننده تاکسی با هم جر و بحث کردن. واقعا؟ آره. کلارا زنگ زد و با توجه به شنیده هاش فکر میکنه دیگه رابطهشون تمومه. واقعا؟ راستش تاتیانا راننده تاکسی رو با جسیکا سر به زنگا دیده. ظاهرا بد موقعی رسیده. آلوارو جدی میگی؟ عجب خبر خوبی. خب دیگه چی؟ بقیه‌شو بگو. دیگه چی میخوای بشنوی؟ بسته. ببین الان بهترین فرصته که تاتیانا رو واسه شام دعوت کنی و ازش بخوای باهات ازدواج کنه. ولی بهتره واسه شام نبریش بیرون. چرا؟ بهتره واسه نهار ببریش بیرون. واسه چی بیخودی تا شب منتظر بمونی؟ قضیه رو بکن. بهتره که همه چی رو همین الان تموم کنم. ولی آلوارو تو مطمئنی؟ حرفای کامل کلارا رو گفتم. نه بهتر از جسیکا بپرسم. نمیدونم هنوز رسیده یا نه. صبر کن ببینم. تاتیانا گفت که صبح از خواب بیدارش کرده. پس خبرت درسته. جسیکا دنبالت میگشتم. قربان ببخشید اینقدر دیر رسیدم. آخه راستشو بخواین یه مشکلی واسم پیش اومد به خاطر همینم. منم میخواستم راجع به همین موضوع صحبت کنم. واقعا؟
ببینین آخه مامانم حالش بد شده بود، باید میبردمش بیمارستان، به خاطر همین. ولی من که یه چیزی دیگه شنیدم که امیدوارم درست باشه. خب حالا چی بهتون گفته؟ بیا بریم تو دفتر من، اونجا صحبت میکنیم. بله قربان. مسئلهش خیلی جدیه مگه نه اونقدرام جدی نیست. نه؟ نه خیلی جدیه. آره رفیق. داداش حالا بدبختی اینه که نمیدونم چجوری این مشکل رو حل کنم. یه ضرب المثل میگه واسه روغن ریخته شده گریه نکن، ولی چه خاکی تو سرم کنم؟ خب حالا جدا میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم داداش، واقعا چی کار باید بکنم که دوباره اوضاع رو به راه بشه؟ این دفعه که شک دارم با ساز آوازو که فراموش کن. یادت نمیاد دفعه پیش چی شد؟ نه بی خیال حرفشم دیگه. نزن، بی خیال. حالا تو میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم چی بهت بگم. هم دارم به مشکل تو فکر میکنم هم به مشکل خودم. حسابی قاطی کردم. از در و دیوار داره سرم مشکل میریزه. نه اوضاع تو به خرابی اوضاع من نیست. واسه اینکه حداقل تو الان با زنت زندگی نمی‌کنی و وقت داری راجع به زندگی تصمیم بگیری. مشکل اصلی منم الان همینه. من که بعید میدونم بتونم مشکلمو حل کنم. مشکل پاتیکو نیست، چون خیلی عوض شده. رفتارش خیلی خوب و دوستانه شده. آره. پس مشکل چیه؟ چجوری واسه توضیح بدم رفیق؟ تو که میدونی ما مردا چجوری هستیم. فکر میکنم یه جورایی دارم به نیکول علاقه‌مند میشم. چی؟ بس مشکلت اینه. چجوری اینقدر راحت میگی مشکلت اینه؟ فکر کردی این کم مشکلیه؟ آخه من یه جورایی پیش بینی کرده بودم. از همون اولی که هم دیگه رو دیدین و بعدش هم که اسباب کشی کرد اومد خونه مامانم، یه جورایی حس کردم ازت خوشش نه یه لحظه صبر کن. یه جوری حرف میزنی که انگار اون به خاطر من اومده اونجا. داستان اومدنش به اونجا که اصلا یه چیز دیگه است. نه اصلا میدونی چیه رفیق؟ ما هر کدوممون مشکل خودمونو داریم. فکر نکنم بتونیم کمکی به هم بکنیم. نه. بدون اینکه بدونم تاتیانوس درو باز کردم، فهمیدین؟ منم که تقریبا لباس تنم نبود. بعدش اسکار با حوله اومد تو. فکرشو بکن تاتیانا حتما فکر کرده ما با هم بودیم. خب دیگه این مشکل خودشه، چون راستشو بخوای هیچ اتفاقی بین ما نیفتاد. اتفاقی که واسه من افتاد. البته تاتیانا لباس تنش بود ولی اسکار با حوله بود. پس یعنی هیچ اتفاقی بین اونام نیفتاده بود. ببین رودولفو، اسکار بهم گفت که از تاتیانا خوشش میاد و به خاطر همینم با من به هم زد. با شناختی که من از تاتیانا دارم امکان نداره دیگه باش حرف بزنه. منم مطمئنم که دیگه باهاش حرف نمیزنه. به نظرت این بهترین فرصت نیست؟ یه فرصت طلاییه که نباید از دست بدیمش. از همین امروز روش کار میکنم. عالیه. خب حالا میخوای چیکار کنی؟ قدم اول امروز دعوتش میکنم واسه ناهار رو بهش میگم میخوام به عنوان نامزد رسمیم به خانواده‌ام معرفیش کنم. ببین رودولفو، تاتیانا احمق هست ولی نه تا اون حد این داستان مزخرفتو باور کنه. اجازه میدی حرفمو تموم کنم؟ میخوام ازش بخوام باهام ازدواج کنه. واقعا؟ میگم تاریخ عروسی من و اون 3 ماه دیگه است. عجب زندگیه نه؟ پس میخوای باهات ازدواج کنه. وقتی من تمام این مدت طرفداری تو کردم و هر چی که خواستی بهت دادم، هیچ وقت به من این پیشنهادو ندادی، درسته؟ نه جسیکا، بی خودی شلوغش نکن. تو خودت خوب میدونی که رابطه من و تو چجوری بوده. اگه بی خودی فکرای دیگه کردی، اون دیگه مشکل خودته. تازه تو باید از خودت هم باشه که من دارم راه واسط باز میکنم که راننده تاکسی تو به دست بیاری. خب آره، ولی تو هم بالاخره میتونی به اون نامزد ساده احمقت برسی. البته خیالت راحت، هیچ کدوم از کارهایی که من واسط کردم اون نمیتونه بکنه. انگار یه خورده عصبی هستی مگه نه؟ خب تعریف کن ببینم، دیشب همه چی روبرو شد؟ خب یه جورایی. بگو ببینم، حرف بزن دیگه، بعد جنس بازی در نیار. خب راستش چی بگم؟ آخه چیزی نشد، فقط هنری دیشب اومد منو ببینه، همین. ای کلک، پس حتما دیشب حسابی با هم خلوت کردین. اینو مطمئنم که اون کلی دلش واسط ضعف رفته بود، نه؟ نه آلیسیا، بی خودی خوشحال نشو، هیچ خبری نبود. نه خب هنری بهم گفت که خیلی خوشگل شدم و از این صحبت‌ها، ولی البته بهمون خوش گذشت. یعنی با هم آبجو خوردیم و حرف زدیم و کلی خندیدیم و پس این همه زحمتی که کشیدیم بیفایده بود. بیفایده؟ پاتیکو نه عزیزم، عیبی نداره، خودتو ناراحت نکن. امروز بعد از اینکه موهاتو درست کردیم و به پوستت یه خورده رسیدیم و ماساژت دادن، از اون ماساژایی که یه چیزای خنکی میذارن رو پوستت، میتونی مطمئن بشی که هنری امشب میاد خونه و دیگه هم از ور دلت تکون نمیخوره. مطمئن باش. خانم آلیسیا، من داشتم فکر میکردم فقط موهامو درست کنم. فقط موهاتو؟ نه عزیز من، باید یه خورده رو پوستتم کار بشه، چون پوستتم به آرایش احتیاج داره. خیالت راحت، نتیجهشو به زودی میبینی. خب میدونم، ولی اینجور چیزایی که شما دارین حرفشو میزنین کلی پول میخواد. خب که چی؟ مهم نیست.
آدم باید یه خورده به فکر خودش هم باشه. بالاخره ما هم انسانیم و دل داریم. اگه تو به فکر خودت نباشی کی دلش واسط میسوزه؟ ها؟ منو ببین. با این سن و سالم ببین چقدر پوست خوبی دارم. همه فکر میکنن من خواهر بزرگ جسیم. نه پاتیکو، باید این کارایی که بهت میگم و بکنی. هر چقدرم که میخواد پولش بشه. آخه من از کجا این همه پول بیارم؟ انقدر خنگبازی در نیار. پس بابا چی کاره است؟ بهش بگو یه خورده پول بهت بده. من مطمئنم نه نمیگه. یعنی میگی این کارو بکنم؟ معلومه عزیزم. بیا بریم خانم. Cuando se case se va a tener que olvidar de todo esto. De todas las cosas tan ricas que yo le hago sentir. Yo solamente me voy a casar, no me voy a ir de monje a un monasterio. Ay, Rodolfo, por favor. Uno no lo puede tener todo en la vida. ¿Por qué no? Yo siempre he tenido todo lo que quiero. ¿Ah, sí? Rodolfo, ¿se puede? Sí, adelante. معذرت میخوام، نمیدونستم سرت شلوغه، بعدن میام. نه جسیکا داشت میرفت. ممنون از گزارشت، خیلی به موقع بود. با اجازهتون قربان. ببخشید خانم. بله. میخواستم ببینی وقتی داشتم حسابا رو بررسی میکردم چی پیدا کردم. میشه بذارش برای بعد؟ نه واسه اینکه مسئله خیلی تاتیانا مهمه. ببین، من میخواستم یه چیزی بهت بگم. تاتیانا، من تازگی خیلی راجع به من و تو و آینده‌مون فکر کردم. ول کن رودولفو، ببین. خواهش میکنم یه لحظه گوش کن. من باید راجع به این مسئله خیلی مهم باهات حرف بزنم. چطور نهار بریم بیرون؟ نه امروز کلی کار داریم، چطور بذاریمش فردا باشه؟ نه حتما امروز باید بریم. فقط میریم یه نهاری با هم میخوریم، چون من یه مطلب خیلی مهمی رو باید بهت بگم. ولی عزیزم مگه خرجی تو دیروز بهت ندادم؟ چرا بابا درسته، ولی این پول واسه یه چیز دیگه است. آره کروا، باور کن این پول واسه یه کار مهمیه. آخه پول که علف خرس نیست. اینجوری نکن بابا، یه جوری رفتار میکنی انگار هیچی پول نداری. اون وقت خانم آلیسیا فکر میکنه خسیسی. نه آقای کروا، من هیچ وقت یه همچین فکری نمیکنم، چون میدونم چقدر شما دست دلبازین و هیچ وقت هم از دخترتون دریغ ندارین، اونم وقتی که پای زیباییش وسطه. نه نکنه بابا کاروبار شرکت رو برا نیست؟ خب نه شرکت که وضعش رو به راهه. مگه نه آلبرتو؟ اوه پس چی بابا؟ خب زود باش به این پول بده دیگه. آلبرتو برو پول بردار بیار. آخه آقای کروازیو بهت گفتم برو پول بردار بیار دیگه لعنتی. ممنون آلبرتو. بابا خیلی ممنون. پس بعدا میبینمت. باشه. خداحافظ آقای کروا. خداحافظ پسر جون. خداحافظ. آقای کروازی آخه چه جوری تونستین؟ مگه نمیدونین که اون پول تنها پولی بود که تا آخر ماه داشتیم؟ خب که چی؟ می‌خواستی فکر کنن من خسیسم یا اینکه می‌خواستی همه اهل محل بفهمن ما آس و پاس شدیم؟ مگه نمیدونی اون آلیسیای پرمدعا چه فضولیه؟ خب فکر کنم حق با شماست. ولی حتی اگه نخواهیم چاره‌ای نداریم جز اینکه از یه جای دیگه پول فراهم کنیم. نمیدونم از کجا و از کی، یعنی به عبارت دیگه از اسکار بگیریم. میدونی که باهات موافق نیستم. پس چیکار کنیم؟ چون دیگه هیچ پولی نمونده. هر کاری که می‌خوای بکن. زود باش دیگه داداش، بیا یه هم فکری بکنیم. بگو چی کار باید بکنم، کمکم کن. شرمنده، بعد موقعی ازم کمک فکری میخواد، چون من خودم الان فکرم انقدر مشغوله که خدا میدونه. فلاکو میدونی چی هرسمو در میاره؟ این که من با جسیکا به هم زدم و بهش گفتم که عاشق تاتیانام و علت این که دارم باش به هم میزنم اینه، ولی مطمئنا خانم تاتیانا حرفمو باور نمیکنه. خدا یه راه حلی پیش پام بذار. وای خدایا، این دیگه از جونم چی میخواد؟ الو واچلینو، حالت چطوره؟ سلام اسکار، از تعمیرگاه واسط خبر دارم. لوازم یدکیشو گرفتی؟ هم آره هم نه. یعنی چی هم آره هم نه؟ خب یه سری از قطعاتو گرفتیم ولی یه چیزای دیگه ای لازمه که تو باید پولشو بدی. ولی عزیز من بیمه باید پول تمام قطعاتو بده. آره راست، شرکت بیمه گفته که پول یه سری از لوازمو میده، نه همشون. لعنت به این قانون بیمه. حالا واسه بقیه نه خیالت راحت، اون قضا نمیشه، فقط یه چند تا قطعه بیشتر نیست. خب خدا رو شکر. من لیستشو دارم، حدوداً میشه، راستش حدودای میشه چقدر؟ البته این فقط پول قطعاتشه، چون یه سری هزینه دیگه هم هست که باید پرداخت. عزیز من تو انگار عقل تو از دست دادی، نه؟ فکر کردی من آبربانکم یا اینکه سر گنج نشستم ها؟ اسکار من که با تو شوخی ندارم، اصلا خودت بیا اینجا صورت حسابا رو نگاه کن.
ببین عزیز من، تو انگار متوجه نیستی ما چه پولیو داریم از دست میدیم از وقتی که ماشین افتاده تو پارکینگ. باشه شروع نکن. یه سر میام پولو واسه‌تون میارم. چی شده؟ هیچی، بعداً بهت میگم. الان فقط باید رو خانم تاتیانا تمرکز کنیم. هر دومون باید یه راه حلی پیدا کنیم. میگم رفیق، اصلا شاید راه حلی برای مشکل تو نباشه. حداقل مشکل منو حل کنیم. من با نیکولو پاتیکو چیکار کنم؟ من چه بلایی باید سر خودم و این دوتا زن بیارم؟ واسه چی فکر میکنی مشکل من حل شدنی نیست؟ ببین من همینجوری دست رو دست نمیذارم. حالا میخوای چیکار کنی؟ رو تماشا کن. بذار یه زنگ میخوای بزنم. به تاتیانا زنگ بزنی؟ نه دارم زنگ میزنم به جسیکا. نه من نمیفهمم میخوای چیکار کنی. نکنه از تاتیانا پشیمون شدی و حالا میخوای از جسی منت کشی کنی؟ میخوام از جسی بخوام بره پیش تاتیانا و حقیقتو بهش بگه که ما کاری نمی‌کردیم. فکر کردی جسیکا به حرفت گوش میکنه؟ حتما. تو چه خوشخیالی هستی. زن خورد. سلام اسکار. سلام جسیکا. زنگ زدم بهت بگم دارم میام اونجا که دوتایی با خانم تاتیانا حرف بزنیم. با خانم تاتیانا؟ خب آره، باید واسش توضیح بدم که ما با هم دیگه نیستیم و کاری هم نکردیم. فهمیدی؟ آره. حالا واسه چی فکر کردی من یه همچین؟ جسیکا واسه اینکه تو آدم خیلی خوشقلبی هستی و از اونجایی که آدم با منطقی هم هستی میفهمی که من عاشقت نیستم ولی خیلی دوستت دارم. پس گفتم و به زمین نمیزنی و کمکم میکنی مگه نه؟ باشه. اگه تو این رو ازم میخوای پس من حرفی ندارم. قبول کرد. کمال میل. تاتیانا حاضری؟ آره بذار کتمو بردارم و بریم. حالا میبینی چه سورپرایزی واسط دارم. ممنون جسی، تو بهترین زن رو زمینی. من واقعا از لطفی که بهم میکنی ممنونم. تو واقعا لیاقت بهترین مرد دنیا رو داری. کسی که واقعا دوست داشته باشه و برات احترام قائل باشه. من همیشه فکر میکردم اون مرد تو هستی، ولی خب من که نمیتونم احساستو نسبت به خودم عوض کنم. حالا مگه عاشق تاتیانا شدی من نمیتونم پشت تو خالی کنم. وای جسی، تو خیلی ماهی. زبونم بند اومده. تو واقعا حرف نداری. لنگر تو دنیا پیدا نمیشه و تنها کسی هستی که میتونه در این زمینه به من کمک کنه. وای عزیزم، فقط یه مشکل کوچولو هست. چی؟ نگو که نظرت عوض شده. نه هیچ ربطی به من نداره. خب آخه راستشو بخوای اگه تا اینجا بیای فقط وقت تو تلف کردی. خب میدونی چون تاتیانا همین الان رفت بیرون ولی تنها نبود، با رودولفو بود. یعنی چی؟ با اون یارو کجا رفت؟ اسکار عزیزم این چه سوالیه که میکنی؟ من چه میدونم؟ بگو جسیکا بگو. فکر نکنم تو خیلی از شنیدنش خوشحال بشی. آخه نه اینکه بهم گفتی چه حسی به تاتیانا داری. نمیدونم عکس العملت چیه وقتی بگم چی شده. جسیکا التماست میکنم داری منو میترسونی ها. اسکار تو باید بفهمی که شرایط یه خورده غیر طبیعیه و واسه منم اصلا راحت نیست که بهت بگم. ولی به نظر من تو باید حقیقت رو بدونی چون بالاخره دوست منی. خب راستشو بخوای رودولفو امروز به تاتیانا پیشنهاد ازدواج میکنه. چی؟ تازه زمان عقد و عروسی هم مشخص کردن. در واقع امروز میخوان نامزد کنن.